اوه خرفبونا بشک جی قطابی و خیندکارین درچوین پولا دوازده آمادهین لباجار دهوکی لهمبری نویسینگی ها دهوک یا پرلمان کردستان نرازیبونا خود دن دیار کرن لدور پیور و شواز ورگرتنا قطابی و خیندکاران لزانکو پیمانگهان او دخازن کوری چاره اک جبوان بهت دیتن جبال آلین پیوندی دار و جبو کل زانکو پیمانگهان بردوامی بدن خاندنه امروز که رابط انجام دادن خرابونه که وان قطابین ناوت وان لچه زانکو پیمانگین هری منادی نورگرتن افریقا میاداشت یک آراسته جد پیوندی دار که نخواستم نویسنگ پارلمان کردستان لجنه خواندن بالا و توجیه زانسته پارلمان کردستان حکومت تاکید الهنده که رجع چهار سری یک وان قطابین بده دیدن او قطابین نهاتی نورگرتن افسالان نهاتی نورگرتن و ایتپارو پیرارشی نهاتی نورگرتن هم دخواستش حکمت و حریم کردستانی کن که وان قطابی نهاتی نورگرتن چیزان کویت اهلی و چیزان کویت حکومی چهار سری آبوان بکن دابین اول گرتن و تمام خواندن خود ممکن. داخازیا قطابی و خیندکارین خرفبوی به بیاننامه که هاتا رادستگیرن بولجنا خواندنا بلند د پرلمان کردستان دا دهمبر دا سوزا گهاندنا داخازین وان بو آلین پیوندی دار لسر آست بلند حکومی به هاتا دان. رجاء 68 جی نهاد بو نورگرتن الکلیا داخواز اول گشت بر دست ما و داخواز اول کمک خالان خو بربط کت او خالتوان گوتینه ما دم دستم صبح دگهین نویسینگا گهین سرکاتی پارلمان کردستان و گهین وزارت شولجی و مباری ابخوای کوم دشین شکی بمان قطابیک لگوری زانیاریان لسنور پارزگه ها دهوکی 15600 قطابی و خیندکارین درچوین پولا 12 آماده فرم پیشکشی زانکو پیمانگهان کرینه جوانا 7400 قطابی و خیندکار هاتینه ورگرتن ین دنجی دچاوره کرنه که بهیوی دانه اوان قطابی و خیندکاران خرفبون انجام دا و سوزا بلند کرنا داخازین وان جی پیهاتا دان لیا کو او چاوره دکن و دخازن اوه کو اف داخازین وان بکفند بواره جیب جی کرنه دا دلشاد هیمو NRT دهوک